خب حالا بریم واسه پاکسازی یه هامور حدوداً 5-6 کیلویی سید قلا که تا چند ساعت پیش زنده بود این مال. پاکسازیش واقعا سخته و لیز میخوره. به این شکل پر بالاش زده شد و پر زیر شکمش. این شکم بادش هم این نیستش که این ماهی حامله است یا بچه داره، کیسه شناشه که باد کرده. وقتی از عمق میاد بالا شکمش باد میکنه. میبینید کیسه شناشو مشخصه. اینم از پوست خیلی کلفتش. پوست خیلی کلفتی داره این ماهی، باید حتما هم پوستش گرفته بشه. میبینید فیله خیلی عالی داره این ماهی واقعا، چه پختش چه نپختش هیچ بوی بدی نداره. خب اینم از دو طرف فیله خالص و اینم از استخون وسط. اینم از فیله خالص. واقعا میگم چربه به خاطر اینه. این لایه لایه ها که میبینید لایه چربی مفید اومگا 3 این ماهیه. ببینید واقعا عالیه گوشتش. به